سلام دوستان، سجاد هستم. امروز در مورد آیدی کارت های KYC پاینتورک یا آیدی کارت هایی که توسط ما صادر میشه برای احراز هویت صرافی ها و سایت ها چند نکته رو بهتون توضیح میدم که این کارت دیگه سوال نپرسید و متوجه بشید. این خود آیدی کارت برای شما ارسال میشه. کسانی که میگن آیا فایلش ارسال میشه یا خود کارت، این خود کارت برای شما ارسال میشه. همون کارت شناسایی آذربایجان هستش، اما به عکس و اسم و فامیل و نام پدر و تاریخ تولد شما یک کد یا نامبر آیدی هم هستش که اینجا هر جا لازم میشه این قسمت کد یا نامبر آیدی کارت هستش. این کارت ها از جنس PVC یا همون پلاستیکی هستش که هر نسخه ما آپدیت میشه و بهتر میشه. الان این نسخه 6 ماه پیش هستش، این نسخه جدید ما هستش که کاملا براق‌تر و سرامیکی تر هستش. همینجور که مشاهده میکنید کاملا مشخص است. خب قیمت این آیدی کارت های آذربایجان 850 تومنه، کمترین قیمت بازار. اونایی هم که میگن نوع 1 نوع 2 بستگی به ظرافت کار داره و رنگ کارت، که اونایی که میگن ما کارت داریم 5 میلیون 6 میلیون همش از جنس PVC هستش و هیچ فرقی نداره. ما میایم مثلا این جنس و این نسخه رو آپدیت میکنیم، جدیدترین نسخه رو خریداری میکنیم و این طرح رو میزنیم و باز هم به همون قیمت 850,000 تومان. آیدی امارات هم هستش که اون قیمتش 950,000 تومانه، به خاطر ظرافت‌های خاصی که داره یا یکم بیشتر زمان میبره واسه طراحیش 950,000 تومانه. اما واسه KYC پاینتورک ما پیشنهاد نمیدیم، چون که ما تا الان اینو تست نکردیم. شاید بودن افرادی که تست کردن و آیدی امارات هم جواب داده، اما ما آیدی آذربایجان پیشنهاد میدیم چون جواب داده و خیلی‌ها KYC همونجوری که شما مشاهده میکنید این نسخه جدید کاملا براق‌تر از این نسخه قدیمی هستش و اصلا هیچ فرقی با آیدی کارت اصلی نداره و با تیپاکس برای شما ارسال میشه. و در ادامه ویدیو من چند نکته رو بهتون توضیح میدم واسه اونایی که میخوان. این بالا، خب این بالایی فامیل شماست، این اسم شما نیست که بالاست، این پایینی اسم شماست. این هم که نام پدر هستش، این هم که نام آیدی کارت هستش، این تاریخ تولد شما هستش، این هم تاریخ اعتبار کارت هستش و این هم که امضای شما هستش. خب من در انتهای ویدیو در مورد KYC چند نکته رو بهتون توضیح میدم. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید و هر سوالی هم در مورد آیدی کارت داشتید بپرسید، همینجا پاسخ میدم. خب روند سفارش آیدی کارت، روند پر کردن فرم و تایید KYC من یک خلاصه بهتون توضیح میدم تا متوجه کار از 0 تا 100 بشید. شما برای سفارش آیدی کارت نیاز به نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد و عکس دارید. اسم و فامیل شما حتما باید مطابق با پروفایل پاینتورک باشه. خیلی از شما در پروفایل پای هنگام ثبت نام اسم و فامیلتون رو به فارسی وارد کردید، هیچ مشکلی نداره. مثلا علی غلامی میای اینجا، من اسم شما رو به لاتین میزنم علی غلامی، نام پدر، تاریخ تولد و عکس شما، هیچ مشکلی نداره و اکثرا هم تایید شده و مشکلی نداره. بعضی از شما اسم و فامیل رو مخفف زدید، مثلا TR فامیلی بی، این هم مشکلی نداشته، ما TRB رو زدیم و اکثرا هم تایید شده و مشکلی نداره. واسه افراد زیر 18 سال نمیتونن آیدی کارت صادر کنن. اصلا در قسمت KYC زمانی که شما میخواید این عکس رو بفرستی یا تاریخ تولد رو وارد کنی، اگر زیر 18 سال باشه فرم تایید نمیشه و میگه سن شما قانونی نیست. پس اونایی که 16 یا 17 سال دارن ما سن 18 سال براشون میزنیم و 1 سال مشکلی نداره. برای عکس‌های ارسالی خانم‌ها باید با مقنعه باشه یا بی حجاب. عکس شال و روسری و اینا مجاز نیست و اداری نیستش. خب و اینکه چرا آیدی کارت آذربایجان برای KYC از آیدی امارات و ترکیه و فرانسه و آلمان بهتر هستش؟ چون زمانی که شما فرم رو پر کردی و مدارک رو برای تیم پاینتورک ارسال کردی، کسانی میان آیدی شما رو KYC میکنن، آیدی شما رو بررسی میکنن، فرم شما رو چک میکنن. ولیدیتورهایی هستن که با آیدی کارت آذربایجان KYC شدن و اکثرشون هم ایرانی هستن. برای همین خیلی سریع اینو تایید میکنن و KYC شما تکمیل میشه. اما اگر شما با آیدی کارت ترکیه یا با آیدی کارت فرانسه بیای مدارک رو ارسال کنی، ولیدیتورهای ترکیه‌ای، ولیدیتورهای فرانسوی میان اینو چک میکنن و احتمال اینکه رد بشه هستش. این از خصوصیات آیدی آذربایجان بود که اکثر ایرانی‌ها زحمتشو کشیدن، KYC شدن، الان ولیدیتور هستن و دارن کار پایونرهای ایرانیو راه میندازن.
جهت سفارش آیدی کارت به همین آیدی تلگرام یا به همین شماره واتساپ پیام بدید. من حتما پاسخ شما رو دریافت و پاسخ میدم. هر دوی اینو قسمت کامنت ها پین میکنم تا راحت‌تر بتونید درخواست بدید. آیدی کارت با بهترین کیفیت و با ظرافت تمام برای شما ارسال میشه. نگران نباشید. اگر هم دوست داشتید میتونید چنل یوتیوبی ما رو دنبال کنید. ممنون و تشکر. خدا نگهدار.